امروز اگه خودشون فیصله کنن 10,000 دفعه به شما بگفتم بعد بگفتم نه. اما میگو بله شرمایه خوب چیزیه بفهمید با شرمایه کو میفهم نمیفهمی شکر فضل به خدا اشته نمیفهمی اشته میفهمی چیکار شده مامان نگو میگو چند دفعه تو گفتم این پنجره خونه خودت بر بگردون از کجا بگردم از این کوچه چرا چیکار شده کوچه تا سرام معلوم میشه روی تخم سرام معلوم میشه تو شرمایه نداره شما خب چیکار کنم مامان روز که معلوم میشه کوچه ما حق داریم از این کوچه یک وقت در سرام به تعزی کوچه بود حال که کوچه کلون شد به تعزی کوچه کردن در سرام ما از این کوچه هم حق داریم شما دیگه بگاب نفهمیدین بگاب چی شما در فکر نمیکنی که میشه و برا تو گیلای میه برقا خونه گل میکنه پنجره وا میکنه تماشا میکنه بچه سیاد با پایش نام داره بله بچه سیدم را مزن میگو بله شما شرمایه ندارین کی؟ تو چه روی تخم سرام سعی میکنی کی سعی کردم اشته کی سعی کردی چی خود بخوان تو میندازونو کی سعی کردم خود به چشم سر دیدن تو ابد کی سعی کرده بودم مامان امروز کی سعی کردم دیشب سعی کردی بود چند بار شما گفتم این پنجره خونه خوب نکنی بردم زن نمیگه پنجره وا که دغرا گیلک تماشا میکنه بعد آخی از اون مدل خوار داریم آخی مامان امروز من سعی نکردم یا پکن تو من تا کوچه سعی میکنم تا سرا چرا سعی میکنم با کجا سعی میکنی تا کوچه را سعی نکنه بشه چی گپ که تو تا کوچه سعی آدم میکنی دوست سعی نکنه حالی شکر خدا امنیته کو دوست حالی دوست پیدا میشه بیلک راست میگم نه مامان امروز من حالی ما بیامده که مامان من حالی بیامده که خور معلوم کنم برادر نکنه مامان امروز این ساده هسته منتها این تو آدم اینیه که تا لالا جو اگه خود من نمیدیدم میگفتم ولو من ندیدم چرا شما اگه من بدیدین نمدین دست من نگرفتین چند دفعه اومدم در سرو چند دفعه برات گفتم که این پنجره خونه خوب نکن هر که پنجره خونه خود کنه تا سرا شما سعی میکنه معلوم میشه پنج طبقه تا اصلا همه سختینه معلوم نمیشه پنج طبقه دو طبقه آنه بمیر غم یاد داری سلام پنج طبقه کم کن برو مامان امروز ترنگ نده مامان میداناشو میدانم مامان امروز حتی خوربش حتی خوبش نختون کاکو هرچه به شما چی نمیگم برات ساده من گیر کردیم یک سره میگیم کاکا جان که گفتن یک دفعه دو دفعه سه دفعه تا سرا شما سعی نکردید گفتم من حال میرم پلیس ولی میره دستش همین پنجره برادرم بیایم این کوچه سعی کنی که این پنجره معلوم بشه اشته معلوم نمیشه تو مثل کوچه معلوم میشه معلوم بشه اشته معلوم نمیشه تاثرمه انالی من میرم پیش ارباب صاحب میرم مامان تو کلار که گفت نکنی مامان امروز حواله کن ما تا سرا شما سعی نکردیم لالا جو تو سعی نمیکنی برات دیونه تو سعی میکنه برات ساده میگه تا کوچه سعی کرده تا کوچه سعی میکنه بشل چی گپ پلو تا کوچه آره امنیت کوچه میگیره چی امنیت کوچه چه بدار میشه اصلا بدار میشه تا کوچه بود که شاید نمیکنه قریب پنجره خونه وا میکنه چه تماشا میکنه که امنیت کوچه میگه تا سرا شما سعی نکرده شما برات خونه میگردید ما برات بونه نمیگردم پیار خوب بگردم فقط همین یا میرم پلیس ولی میرم پیش ارباب صاحب هر جونا برید چهار دیوار شما قبلا بریم پیش ارباب چهار دیوار قبلا نورتون نشون میدم برای پیش ارباب بریم نشون میدم بله گپ ما میذاره تو سعی کن اگه تو کار دیگه نکنم من بس فستوس موتور نشون بله کاکا برات کاکا وادی ما تو سامان مدیا پلیس ولی بله معلوم میشه شما غیر از اینکه ببین برات ساده من تومات بیار کنه کم کنه هیچ کس تومات بستنی نمیکنه بله شکر ارباب ما را میشناسه شما را میشناسه بشناخته شما 40 سال پیش هم بشناختم منم بشناسم بشناختم شما غیر از اینکه ببین گردن این برات ساده به تومات بیار کنه میلا خودت تو پیسه نمیکنی پسر رو کن تو بگم زدن کنم فهمیدی هر چی که تو گفتم از دیگه شد برخ از دیگه شم سلام علیکم سلام بلیا یک دقیقه بگم صدا کنم کار داشتی؟ بله خب
لالا مامان روز بیاد درس را میگه ارباب سه به خونه یا آه بگو بیا به خونه بگو بیا بخونه. بفرمایید مامان روز یالا یالا بفرمایید مامان روز بفرمایید یالا 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 مامان رو دیشتنی نه حسین شهر جان جاره شو پرزد نباشی. خوب مامان رو خیلیت بود. ارباب صاحب بله من 5 سال میشه دستم گلک و بره خیلی بازدابم چری؟ کلکینی از اینو من تا سرا من برقا خوشوی گل میکنم میام تا خونه استاد میشم زن و چی من برو تخمون خیلی ایسا اینا میام تماشا میکنم 10 دفعه میخوان از اینا رو بگرفتم که برادر از خدا بترسین روی شما خدا ببینه این کارا خود نکنه همین شیشا خود از این شیشا گلدار گفتم تیار کنه خب برف گفتم من نمیکنم من نمیفهمم خود از اینو چکار کنم خونه که کولر داشته باشه تو چرا پنجره خوب کنی؟ آخه مامان روز پنجره از اینا به تک کوچه نیه. هست به تا کوچه خورده کوچه خورده. کوچه خورده فقط روی تخمون تاثیر هم مکمل معلوم میشه کلکینا میگه کلکینا خورم و مقدار اسا که برقا خورم گل میکنه قرار تماشا میکنه ایش زن ندیدی بود اونا اشتباه میکنم مامان روز کار خوبی اونا نمیکنم باش میخوان از اینا میگیرم. من که هرچی برای اینا گفتم میگم برو دست و تازه در کار می بکن من به شما میگم ارباب صاحب اگه اونا رسا که کاردکی هم کدون ری کدون شبه خونه گلی نباشه نه مامان روز یا خود شما اصلاح کنیم اینا که میرم عدس نمیولش ولی نه ایگا پر نداریم انه عباس ری میکنم برای اونا رو بیارم اینجا میشونیم خود اینا گپ میزنیم این کار نکن. عباس بله. میری به درس را گلک نو خب. گلک یا رمزونه اگه دیدی یک کدوم یا اگه بیدم هر دو تا اینا رو میداری میاری به سرا خب. میگی ارباب سه به شما کار دارم. خوبه چشم مامان رمضان مامان نوروز میگم مامان رمضان میگم چای او یخ نه چای نمیخورم وقت چای نیه باشه می برو جیدی اونا فقط شما مشکل محل کنی چی میگم مامان روز؟ برات گپ نکرد گله جان یک نفر نه بس تای محله درس شما سال و 12 مشکلات داره یا الله یا الله یا الله یا الله بیا های دالا بیا آنه اینجا بشی گلک بشی عباس این باش ببخشی میگون گلک او چه نمیگی؟ بگو بله بله سکای مامان رو چی میگن؟ عدس تو شکایت دارم. ارباب صاحب مامان روز بیامدم به گپ زدن خود نمیفهمم آدم کلون ریستفیده بیامدم میگم شما مردم سریاله ما مردم سریاله تو به گپ زدن خو میفهمی ها با کار کردن خو میفهمی علیا شرم های خوب چیزیه برای شما خیلی مامان همون خیلی فکر خیلی کن مامان رو. خیلی ما ارباب صاحب پنجره ما به تا کوچه ای بیامدم میگه پنجره خور بسته کنیم ما اشته پنجره خونی خور بسته کنیم ارباب صاحب هم خونه که کولر دیش دیگه باید چه پنجره و کنه هم خونه شما کلیر نداره. داره خواه وقتی که پنجره شما واکنین تاق سرا از اینا تاق خونی از اینا معلوم شده که چی وا میکنین. ارباب صاحب ما بیکار مونیم که بیامدی زن خوش که پیرزال از این سر گپوف نزن که من خوب انکار بیدن نوتو خیلی میزنو مامان روز مسخره به در سلام قال مقال خیلی مامان میکنه رو گپ موف میزنی جنجال نکنین. آن ارباب صاحب شما که بلدیم سرا از اینا و سرا مردگه اگه شما پنجره ندینیم من عباس رای کنیست برای پنجره سید ارباب صاحب گفتم به شما اگر قبل من نکده میرم ولیس ولی میرم یلا یا کاری یعنی بکن تو که بگو به سر شما عرض میکنم میرم با ریسفری. چرا به می 5 سال شما باید نامدین 5 سال چند بخن تو گفتن که پنجره خونه اقضا ما کی سی کردیم مامان امروز شما مامان امروز مغز سر خیلی داریم سردیل هم خیلی داریم چند به بابا تا خونی ارباب چند صاحب. بابا برای تو گفتم یلا برارم زید نکو پنجره کاخ ببندیم و حال آخر فضا دیگه برات گپ نکردیم دیگه. همینا میرم درس شما جنگ میکنم همین معامله به خوبی و خوشی بگی بام 4 تا کلمه گپ فیصله کنین دیگه این معامله رو ریسوی نکشین وقت کردیم بریم.
کلکینا خوب ببندیم دیگه البته. گواه نکنیم. فقط امروز تا نمازدگر اگه پنجره خود چیز کردم خوب تو خونه کردم میرم بولسوری یک اگه بولسوری هم قیل من که اینا رو میتونه کاردگی میکن که برم شفا خونه نه ما نداریم خوبیت نداریم. خوب راست بفهم میگین. یه اختار خیریه درسته مامان امروز بخشیش باشه به می پارسال ایده قربان 60 70 تا گوسفند کاردکی کرده بودم ما پرسان کردیم اینا را کجا کاردکی کردن گفتم مامان امروز زده خب سه کو باشه کاردگی کنم برخو نکنم یک جو. الما کو رفتم ارباب سر خداحافظ خداحافظ. خب ما تو گفتم اختار خیریه الا ارباب صاحب سعی کنین اینقدر بالا ما به دل شما شه سعی کنیم ارباب صاحب میگه به دک بشینی ما سیاه میشی به دک بشینی سیاه میشی همه مامان نوروز که هست این کمکی به حساب چیز کمبوتی داره هرچی که من به زین نمیگم این انگار کنه چی بیا به درس را شروع کرده به قال مقال گیلک جان بله. سه که چی میگم خب از من هنوز دوره که من با تو یاد دم خب یک مطلیه میگم پیار مادر داری میگنی همسایه دارم خب میفهمی؟ آه. میگم همسایه دارم همین کلکی خونه میفهمی برای چیه؟ خب. برای نوره که تا خواه نور بفته که روشناییشه آفرین برای از اینیه که تو خونه همسایه رو نگاه کنی ای بر نگاه کنی بر نگاه کنی سبا خدای نخواسته و بین شما دو نفر یک جنگ کلون نمیشه تا هم کوچه هر مردم پیش هر مردم آبرو شما میره دست شما عرض میکنه چی فایده داره که بیان کلکینا شما آجور بالا کنه بسته میکنه دیوال میکنه عباس شبراره من تو سیکو ما کور شده باشیم که تا خونیم ما نوروز سیک کنیم تو برو مدر پیرزال از این سیکو زن از این سیکو اگه مرتکه تر از این سیک نسوری نشدش من بگردم نه گیل جان نسوری رد نسوری الکو راست میگه تو خوش داری که از پیا مادر تو خانواده تو نگاه کنه از کلکین بد میکنه مرتکه که نگاه خب کنه همونا امیت بعد اینا میای که نگاه کنه گیلک برات گپ نگرد اگه اینا برم عرض کنم امونا بیایم امو کلکینا شما میکنم امونا رو با آجر بالا میکنم میرم برات کار خوب او وقت همه پولی روش نیم که امو کلکینا میفتاد به تخمین شما هم بروی شما قد میشه فایده امو نداره کلکینا جنجال. خوب بسته کنیم و الله که فضا برات گپ و جنجال هم نگرده بریم معامله خوب همین رقم فیصله کنیم خودی ما نوروز سر به سری نکنیم شما هم سایه خودی هم 20 سال 30 سال شما تیر کرده حالا با شما ما این جنجال کنیم به خاطر یک کلکینی با اولیسفری و با عرضداد بسته این خوبیت نداره همون کلکینا خوب بسته کنیم از همه بیتره راست میگم ارباب صاحب خیر بینیم خوب خدا میرم نخواسته جنگ اگه شه. ارباب صاحب به رسولی بفته که پنجره ما رو میکنه شما ملامت میشی شما ملامت میشی همون دولت هم که بیایه همین کلکینا شما میکنه همونا رو با آجر بسته میکنه همون پولی روشنهی هم برای شما قد میشه هیچ چی میشه بخزی خب ارباب صاحب چشم خوبه عباس جان یک یالله بگو که ما بریشم بیا آنه ارباب صاحب خداوند شما رو خیر بده حالا میرم همه پنجره رو یالله، بسته بفرمایید. میکنه یا الله یا الله چی سورا میزن سلام مامان نوروز پنجره خونه حساب کنم مغز فکر نمیکنم بس نمیکنم سلام اینو علیکم مامان نوروز بیشتر خیریته. لالا از دست این برورا دیونه و از دابم خاله بدو برا رادیونه همین گیلا کو رمضان چیکار کردم همین کوچه 8 متر کو اینو پنجره حق دارم تا سر خوب کنم درسته بله. هم کوچی که 2 متر قد بالینه اینا که آه. پنجره خوب میکنن تا سال بم 12 تا سر ما کوچه رو خونه رو شما ما هم معلوم میشه برای اینو میگم کلکینا خوب است کنی خولیر داریم چی روزگار میگم اختیار خود دار 4 طرف تو قبل برجامه ای برو کوکو ما به این کوچه حق دار درسته که حق دارن کوکو یعنی می کار خوبی نیه دیگه همسایه دست دادن به عذاب باشه یعنی می کار خوبیه ولی پنجره های وای و تا کوچه تا سرا شما معلوم میشه هسترمو شه برقورم گل میکنه این برار دیونه می گیلک می قرا دام پنجره استاد میشه تماشا میکنم ببیری خیلی متا سرا بدیم رو تخون خیلی برفتیم پیش نرفتیم چی 20 میگم دفعه طالب رفتم پیش از اینا گفتم این پنجره خونه خوب است کنی حرف نمیگم میگه 4 طرف تو قبل برجامه ای برو آزاد آره همسایه دست دادن به عذاب یعنی باشه کار شما خوبی طالب نیه. تنفر به عذاب بکردین یک همسایه دستشون عذاب ما بشود الحمدلله تعالی که نشد همو نو که ما سرار تیار کرده بودیم هم یک پنجره بود یک به تامی کوچه پهلو ما که همسایه رو برویم و واقعیت یک بار مسلمان بیاد بگفتک من پنجره کلا پلم کردم شیشه است و به خاطر نور گفته به تاخونه منتا پنجره نداره که باشه برفتم پیش ارباب صاحب او بخواسته انا میگه تو من اختیار خود دارم گپ من قبول نکنم من تو نمازگر اختیار دارم
گفتم پنجره خونه خو بسته میگه بسته کنی میتونی میرم بالا ولی نه خیلی تون نریم باز من میرم پیش این رمضان بچه بیتاری و میفهمه ویلا اگر بابا او زودی اون تاریه دیدی اون تاریه هیچ کدوم مثلا بگات آخره تا زودی بگولیس ولی اینا یک دان خدا نخواسته نکشه من لا پیش هم تو بشی که کس از پنجره خونه خود تاثیر رو چک کنی چیکار میکنی؟ 4 تا همسایه بالاخره ما نورو دادم به جریان بگذاره بلکه این تو مصلحت اینا که خانم گفت اون خانوادگارم اخطار دادم نه خیلی تون نریم خودم همسایه خدا حافظ شما به ملایمی این کار حل خدا حافظ شما